با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستداران فیزیک. با یک سوال از لوله های یو شکل در خدمتتون هستیم که میگه در شکل زیر مایعی به چگالی 6 گرم بر سانتی متر مکعب است که داخل یک لوله یو شکل به تعادل رسیده. چند سانتی متر مکعب از مایعی با چگالی 3 گرم بر سانتی متر مکعب در شاخه سمت چپ بریزیم تا سطح مایع در شاخه سمت راست به ارتفاع 85 سانتی متر از کف برسه. خب شما الان باید در نظر داشته باشی که در ازای چه قدر یا در ازای چه ارتفاعی از مایع سمت چپ 5 سانتی متر مایع سمت راست به سمت بالا حرکت میکنه. یا به عبارت دیگه باید بگیم حجمی که در شاخه سمت راست رخنه میشه برابر با حجمی که در شاخه سمت چپ قرار داده میشه یا حرکت میکنه به اصطلاح. خب حجم همونطوری که قبلا هم گفتیم از 2 پارامتر تشکیل شده، یکی ارتفاع و یکی هم سطح هست. یعنی کلا یک حجم متشکل از یک سطح و یک ارتفاع است. پس ما میگیم A1H1 مساوی است با A2H2. شروع به جایگذاری کردن میکنیم. A1 200، H1 5، A2 که 50، H2 هم که نداریم. تقسیم بر 50 میکنیم هر دو طرف مساوی رو. 50 با 50 خط میخوره، 0.200 با 0.50 خط میخوره، 5 هم که با 5 خط میخوره و به این نتیجه میرسیم که به ازای هر 20 سانتی متری که در شاخه سمت چپ نزول داشته باشیم، به عبارتی 5 سانتی متر در شاخه سمت راست صعود خواهیم داشت و این 80 سانتی متری که حد تعادل است اگه منهای 20 بشه، ارتفاع در شاخه سمت چپ برابر با 60 سانتی متر و در شاخه سمت راست برابر با 85 سانتی متر و اختلاف ارتفاعشان میشه 25 سانتی متر. حالا ما چی میخوایم؟ ارتفاع مایع ریخته شده رو میخوایم که از روی اون حجمش رو به دست بیاریم و برای این کار هم از همون ترفند و کلک قدیمی خودمون استفاده میکنیم. ρH2 مساوی است با ρH1. ρ1 6، H1 5، ρ2 هم که 3 هستش. عبارت